فاتح تک به تک با دماغ ما علیرضا توکلی و گل توی دروازه گل برای داماس گیلان. نفوذ عالی علیرضا توکلی حساب کار 1-1 میکنه. علیرضا توکلی گل اول در رشت، نخستین گل لیگ یکی داماس در فصل 98-99. علیرضا توکلی ریز نقش تیم داماس گیلان حساب کار 1-0 کرد. چه ضربه ای زد واقعا. کنان طاهر نژاد رفته برای پرتاب، یه ارسال بلند داخل محوطه، این ضربه سر، گل دوم برای داماس گیلان. گل دوم رو حالا داماس میزنه. سعید باقرپسند پرتاب عالی کنان طاهر نژاد گل دوم رو برای داماس در مقام میاره. داماس در رشت پیروز شده. سعید طالبی سمت چپ جایی که آرمین منفرد دوست هست. خود آرمین سعید طالبی رو صاحب توپ میکنه، خود سعید توپو نگه میداره. سعید طالبی، جابر نصیری بیاره رو پای راستش، این ضربه با پای راست، گل سوم. داماس گل سوم رو به ثمر میرسونه. نظرپناه چه حرکتی کرد سعید طالبی، اینم خوشحالی زیبای بعد از گل. چه حرکتی کرد سعید طالبی، پاسکاری های عالی داخل محوطه جریمه داماس رو به گل سوم میرسونه و داماس با قاطعیت به الگیلانو میره. الگیلانو جذابی رو بعد چندین سال دوستداران فوتبال خواهند دید.